خب بالاخره میخوام راجع به اینسکریپشن ها روی بیت کوین صحبت بکنم. 6 ماه پیش خطرات خیلی بیشتری داشت، الان خب کمتره و از اونور ما میبینیم که NFT هایی هستن که چند صد دلاری و حتی چند هزار دلاری شدن. پس راجعش باید حتما صحبت بکنیم. توی ویدیوی دیگه قطعا راجع به فرق BRC20 و SRC20 جداگانه مفصل توضیح میدم. الان راجع به اینکه چجوری ما میتونیم توکن های BRC20 رو مینت و دیپلوی کنیم آموزش داریم و راجع به ریسکاش هم قراره توضیح بدم. پس بریم که اول آموزش رو ببینیم تا ادامه ماجرا. خب قطعا میدونید که اینجا اینسکریپشن ها روی بیت کوین تقریبا مثل همون عملیات مینت کردن روی اتریوم، منتها با این تفاوت که اتریوم شما روی یک بلاکچینی که اسمارت کانترکت داره دارید عملیات ضرب کردن توکن رو انجام میدید. اینجا روی هر ساتوشی که کوچکترین واحد هر بیت کوین هست دارید اینسکریپشن یا در حقیقت کتیبه میکنید، مینویسید. در حقیقت روی تراکنش های اون ساتوشی های هر بیت کوین دارید یک متادیتای خیلی سبک چند کیلو بایتی رو، در حقیقت یک کدی رو با امضا و ساینی که دارید همراه اون تراکنش انجام میدید دارید ثبت میکنید توی بلاکچین بیت کوین. پس تماما آنچینه و محدود هست این کار به 21 میلیون بیت کوین که هر بیت کوین میشه معادل 100 میلیون ساتوشی و روی بلاکچین بیت کوین همیشه خواهد ماند. حالا خبری که رسیده اینه که اینسکریپشن ها ممکنه که محدود بشن و از کار بیفتن. چطوری؟ روی نرم افزار آپدیت بیت کوین کور جدید نسخه 27 قراره که این رو محدود بکنن و اونجا باید ببینیم که سرنوشت این اینسکریپشن ها چی میشه. کلا ارزششون از دست میده یا نه اتفاقا ارزش این اینسکریپشن هایی که تا الان شده که الان فکر می‌کنم بالای 50 میلیون اینسکریپشن ما داشته باشیم خیلی زیادتر میشه. حالا دلیل اینم توی ویدیو کامل توضیح میدم، ولی بیت کوین کور خب فاندرش داره از اسپم بودن اینها صحبت میکنه، یه جورایی با اسپم بودن مثل ایمیل های اسپم داره مقایسش میکنه و اینو یه آسیب پذیری میدونه که شبکه رو شلوغ میکنه، تراکنش ها رو داره گرون میکنه و داره کند میکنه شبکه رو و این پروتکل هایی رو که مثل اوردینالز و استمپ اومدن حالا NFT دارن اینسکرایب میکنن روی شبکه بیت کوین رو یه جور آسیب پذیری میبینه. حالا توی ویدیو دیگه راجعش صحبت میکنیم. بریم سراغ به روش BRC20 اینسکرایب کنیم. خب ولتی که شما میتونید استفاده بکنید و تقریبا میشه گفت از همه بهتره یونیست هست. خب ولت های دیگه مثل ایکسورس و ولت‌های مشابه هم هست، ولی خب یونیست الان عملکرد بهتری داره. unisat.io آدرسش هست و اینجا شما میتونید روی اکستنشنتون اون رو بریزید. اینجا آموزش رو نمیدم چون مثل ولت‌های اتریومیه، تفاوت چندانی نداره. فقط یک نکته داره، وقتی که شما ولت رو میریزید خب طبیعتاً سیت فریزتون رو باید سیو بکنید. اینجا ما 2 تا تایپ آدرسی داریم که بهتون توضیح میدم که قضیهش چیه. ببین تو این قسمت ستینگ اولش هم براتون میاره آدرس تایپتون رو چند تا گزینه اینجا میبینید و ممکنه گیجتون کنه. BC1Q برای پروتکل استمپ هست یا همون SRC20 ها و BC1P یعنی آدرس هایی که با BC1P شروع میشه مربوط به استاندارد BRC20 هست و توکن های BRC20. این دوتا متفاوته. برای اینکه شما بخواید حالا روی SRC20 فعالیت کنید طبیعتا از این آدرستون باید استفاده کنید و برای BRC20 از BC1P از این تایپ آدرسیتون باید استفاده بکنید که ما اینجا میخوایم که خب اینم مربوط به تپروت دیگه، یعنی همه این جریان‌های اوردینالز ها بعد از آپدیت تپروت بیت کوین اتفاق افتاد. حالا راجع به SRC20 و استمپ ها بعداً صحبت میکنیم. میخوایم حالا چیکار بکنیم؟ میخوایم یک توکن رو اینسکرایب بکنیم یا ببینیم دیپلوی کردنش چجوریه و تو مارکت پلیس چجوری سکندری معاملات انجام بدیم. خب همونجوری که میبینید NFT ها روش هستن، اوردینالز ها
اسم ها هستن، توکن های مختلف هستن، دامین نیم های مختلف هستن و شما اینجا میبینید مثلا .btc. یه ویدیو دیگه هم داشتم راجع به .btc که از پروتکل استکس بود، اون یک لیر 2 و پروتکلش فرق میکنه. این هم .btc ولی مستقیما روی خود بیت کوین اینسکرایب میشه، پس اینو با اون اشتباه نگیرید. خب 6 ماه پیش ما دیدیم BRC20 یه سری توکنایی بودن که اومدن و خب سولد شدن و الان قیمتای خیلی بالایی هم گرفتن، مثل اوردی، مثل پپر روی بیت کوین و اوشی و کلی توکن های دیگه. من داشتم مینت میکردم، ویدیو گرفته بودم ولی آپلودش نکردم. خب به طور مثال یکی از توکن هایی که این پروگرس هست و هنوز سولد نشده رو ما اینجا میخوایم مینت بکنیم، مثلا توکن لایت. خب اینجا مینت رو میزنیم و اسمش رو خب زده لایت و مقدارش رو میذاریم همون 1000 تا که توی هر تراکنش میتونیم مینت بکنیم و توی این قسمت زده که چه تعداد تراکنشی رو ما پشت هم مینت بکنیم. خب ما همون یک رو میذاریم و توی این قسمت ما میبینیم که زده ما چقدر باید گس فی بدیم که اینجا نورمال 66 سنت هست و معادل دلاریشو زده. ما با سابمیت کردن و گزینه پی رو زدن با پیمنت والتمون این ترانزکشن رو انجام میدیم و همینطور که میبینید بعد از کسر اون مقدار بیت کوینی که از ما بابت گس فی میگیره توکن ما اینسکرایب میشه و توی قسمت والت میتونیم ببینیم توکنمون رو و توی مارکت پلیس ها میتونیم اون رو برای فروش لیستش بکنیم. خب برای دیپلوی کردم از قسمت اینسکرایب روی گزینه BRC20 ها از قسمت دیپلوی استفاده میکنیم و یه توکنی رو میخوایم به صورت آزمایشی دیپلوی بکنیم و ببینیم که به چه صورت کار میکنه. خب اول قسمت دیپلوی اسم توکنمون رو انتخاب میکنیم و این بالا می نویسیمش. مثلا توکن GMOM رو ما میخوایم دیپلوی بکنیم، توتال ساپلایش رو همون 21 میلیون میذاریم و لیمیت پر ولت رو با محاسبه‌ای که میکنیم به طور مثال میذاریم 6000 واحد، یعنی با هر بار مینت کردن بشه 6000 یا حالا 3500 تا از این توکن مینت بشه و اینجا باید باز یه گس فی بدیم و مقدار دلاریشو اینجا زده و با ولتمون اون رو ساین میکنیم. بعد از چند دقیقه روی شبکه ما میبینیم که کانفرم شده و توکنمون به روش BRC20 دیپلوی شده. خب اینسکرایب کردن که یاد گرفتیم، حالا از این به بعد خواستیم یه توکنی رو اینسکرایب بکنیم، میدونیم بعد چیکار بکنیم. به طور مثال فرض کنید من الان میخوام بیت مپ و اون زمانی که داشت مینت میشد بیام اینسکرایب بکنم. خب طبیعتا اون چیزی که میخوام اینسکرایب کنم رو قبلش میام اینجا سرچ میکنم، اگر برای ولتی این ثبت نشده بود، توسط ولتی اینسکرایب نشده بود یعنی آزاد، اگر شده بود من اگر این کار رو انجام بدم گس فی هم من کم میشه ولی آیتم به ولتم نمیاد. برای توکن های BRC20 هم همینطوره و برای دامین نیم ها هم همینطوره. و از این قسمت اینسکرایب شما میتونید فایل جیسون رو بندازید یا اینسکرایب بکنید و فرقی نمیکنه که چی باشه. اینا رو که یاد گرفتیم توی هر پروتکل اینسکرایبشنی همین جوریه، یعنی اگر روی بلاک چین مثلا اپتوس بخوایم یه توکن رو اینسکرایب بکنیم همین شکله، با ولت مثلا اپتوس، با کوین مثلا اپتوس، برای مثلا یه شبکه دیگه مثل پالیگون همینطوره، واسه هر شبکه که الان اینسکرایبشناش مود شده همینه، سیستمش همینه، یعنی همین ولت چین خودش رو باید بریزیم با کوین خودش و به همین سیستم باید انجام بدیم. و برای NFT هاش هم اوردینالز ها رو معمولا همین جوری اینسکرایب میکنن یا توی سکندری مارکت مثل اینجا میان و معاملهشون میکنن. و از این قسمت اگر شما توکنی داشته باشید میخواید ببینید قیمت گرفته یا نه اینجا باید سرچش بکنید. به طور مثال مثلا من اینجا فکر کنید توکن اوشی رو داشتم، اگر اینجا سرچش بکنم
سکندری مارکتش هست. مثلا خب ببینید اوشی قیمت زیادی گرفته و الان میصرفه که هزینه تراکنش بدن و اینو خورد کنن. مثلا 3 تا دونه توکن اوشی رو گذاشته $387 معادل انقدر بیت کوین و از اینجا این کار میکنم و اینجا طبیعتا برای من لیستش رو میاره که من حالا تو این ولتی چی ندارم. خب نکته دیگه ای که شما باید بدونید اینه که شما برای ترک کردن ترانزکشناتون به جای اترسکن اینجا برای بیت کوین شما باید از ممپول استفاده بکنید و اینجا شما میتونید ترانزکشناتون رو ببینید که در چه حالتیه و اگر کانفرمیشناش به حد نصاب رسیده باشه هر ترانزکشنتون به این حالت سبز در میاد و میبینید که تایید شده و شما مطمئن میشید که بعد از مثلا حالا چند دقیقه یا حتی چند ساعت این ترانزکشن به ثمر رسیده و ثبت شده تراکنشتون. و اگر هم فیل شده باشه باز از همین طریق شما میتونید اونا رو پیگیری بکنید. و نکته دیگه ای که هست شما از ممپول میتونید مقدار گس فی رو ترک بکنید. همونجوری که توی اترسکن مقدار گیوی رو نگاه میکنید و متوجه میشید الان گس فی اتریوم بالا هست یا پایین برای مینت ها، اینجا از این طریق میتونید ببینید. ولی اینجا تفاوتش اینه که با سطح مشخص میشه. به طور مثال الان 36 سطح معادل $2 هزینه تراکنش میشه و هر چقدر این بالاتر بره خب طبیعتا بیشتر میشه و اگر هر چقدر سطح بیشتر و مقدار بیشتری رو خرج کنید واسه تراکنشتون، یعنی اونجا که دارید ساین میکنید بذارید رو سرعت بالاتر، طبیعتا گسه بیشتری میدید ولی خب مطمئن‌تر دیگه تراکنشتون زودتر تایید میشه. و معمولا تراکنشایی که گیر میکنه و این خیلی متداول توی ترانزکشن های بیت کوین میان این سطح پایین میزنن و تراکنششون فیل میشه و مقدار فی که میدید، مثلا من خودم بارها شده $20 $25 دادم ولی تراکنشم ثبت نشده، یعنی صرفا یه گس فی $20 دادم و مثلا اون NFT رو نتونستم مینت بکنم یا اینسکریپشن از دستم رفته، یه نفر زودتر همون شماره رو اینسکرایب کرده. پس حواستون هم به این قضیه باشه. در آخر گفتم راجع به SRC20 روی ویدیوی دیگه صحبت کنم چون پروتکلش متفاوته، همه اینا آزمایشیه و گفتم ممکنه که با آپدیت جدید اینها محدود بشه چون عملا اوردینالز ها دارن دور میزنن و یه جورایی دارن متادیتای اضافی رو میارن توی شبکه‌ای که اصلا کارش این نیست. یعنی بیت کوین برای ساخت NFT ها و انجام اسمارت کانترکت ها ساخته نشده. حالا راه حل هایی مثل استکس هست که لیر 2 برای بیت کوین ساختن، راجبش ویدیو هم گذاشتم برای دامین نیم ولی سعی می‌کنم بیشتر توضیح بدم. ولی اینجا حالا باید ببینیم سرنوشت اینا چی میشه دیگه، یا خیلی ارزشمند میشن به دلیل محدود شدنشون در آینده یا به طور کامل ارزششون از دست میدن، چون قطعاً توی کامیونیتی بیت کوین این خیلی صحبت شده راجبش که باید محدود بشه این امکان و اصلا اساساً بیت کوین جایی واسه این کارا نیست و دارن شبکهشو شلوغ میکنن، سختی شبکه میره بالا، هزینه تراکنشا میره بالا، کنتر میکنه شبکه رو و بیت کوین ماکسیموس ها خیلی با این کار مخالفه. خب اینم از این. امیدوارم که اگر خواستید استفاده بکنید از این هایپ رقم زیادی رو نبرید. همه اینا قطعا رشد نمیکنن. این اعداد رقمی هم که میبینید مثلا سر توکن های BRC20 خب قطعا 99% اینا شتن، ولی خب مثلا یه پروژه مثل کام یا مثل اوشی یا حتی اوردی که اولی بوده یهو میدید قیمت گرفته و میخوان باهاش یه کارایی بکنن. حالا یک سری اکوسیستم داره درست میشه مثلا دکس و اینا که بیان یه یوتیلیتی به این توکن بدن، ولی همه اینایی که گفتم باز آزمون و خطاست. خلاصه سرچش با خودتون و امیدوارم که ازش استفاده بکنید دیگه. خیلی از پروژه ها رو میبینیم که مثلا توی ماجیک ایدن خیلی هایپ میشن و سودای خوبی هم، یعنی برای فیلیپ اگر بلد باشید فاندامنتالی بررسیشون بکنید بد نیست. اینم بگم که مارکت پلیس های مختلفی هست مثل اوردینالز مارکت و مثل اوردی، مثل گاما که تو همه اینا شما میتونید سکندری مارکت اسست های رو بیت کوین رو داشته باشید و دامین نیم ها رو توش معامله بکنید
و بهترینش از نظر من الان ماجیک هیدنه، چون یه پروتکلی داره که اینجا به شما نشون میده که کدومش در حالت پندینگه، یعنی وب توین سولوشن رو زدن که شما اوورمینت نشید، یا مثلا موقعی که میخواید یه آیتمی رو بخرید یهو گس فی پرداخت نکنید و چیزی گیرتون نیاد، چون همونجوری که گفتم توی بیت کوین اسمارت کانترکتی اونجا نیستش و صرفا شما دارید تراکنش میزنید و اگر این تراکنش یکی زودتر از شما با سطح بالاتر بزنه، با مقدار فی تراکنش بالاتر بزنه، برای ایشون ثبت میشه. امیدوارم که استفاده کرده باشید. مثل همیشه پرسود و موفق باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت، سابسکرایبشن اینا یادتون نره. دمتون گرم. فعلا خداحافظ. خداحافظی چرا کردم؟ مامانو ببوس.